در مورد تکبیرات، ذکر و اذکار، رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور میده که شما در دهه ذوالحجه زیاد تسبیح، تهلیل، تکبیر بگوین. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر زیاد بگین. این ذکر و اذکار الله را زیاد بخوانین. و تکبیر یکی تکبیر مطلق است. مطلق که دهه اول ذوالحجه شروع می شود باید مسلمان ها زیاد تکبیر بگوین، زیاد تحمید بگوین، تهلیل بگوین. اگه ذکر مقید است، تکبیر مقید است که به نام تکبیرات تشریق شهرت یافته، که بعد از ادای نماز صبح عرفه شروع می شود تا روز چهارم عید، تا نماز عصر دوام پیدا می کند. یعنی 23 نماز را در مجموع در بر می گیرد. حضرت جابر رضی الله تعالی عنه می فرماید رسول الله صلی الله علیه و سلم مبارک زمانی که نماز صبح روز عرفه را ادا کردند، رو به سوی اصحاب خود کرد، برشان گفت علی مکانکم، در جایتان باشین، یک مسئله را برای شما بیان میکنم، یک ذکر را از برای شما بیان میکنم. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید بعد از ادای نماز صبح روز عرفه تکبیر تشریق شروع می شود تا روز چهارم عید، تا نماز عصر دوام می کند که 23 نماز را در بر می گیرد. او تکبیرات کدام است؟ الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. خواندن تکبیرات تشریق بعد از هر نماز فرض متصل، قبل از اینکه دیگه اذکار خوانده شود، قبل از اینکه سنت خوانده شود، متصل بعد از ادای نماز فرض خواندن تکبیرات واجب می باشد. چه مرد باشد چه زن باشد، چه خرد باشد چه بزرگ باشد، چه مسافر باشد چه مقیم باشد، چه روستایی باشد چه شهری باشد، هر کسی که نماز فرض را ادا می کند خواندن تکبیرات تشریق بعد از ادای نماز فرض متصل واجب می باشد که باید بخواند. نماز چه در جماعت باشد چه انفرادی باشد.